مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوغد در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی میلیسیا خبر میدهد برخی تفصیلات زن و فرزند خردسالش را با یک بیرحمی خاص کشتن یک ساکن 37 ساله نویه ظفرآباد را نشر کرد. اکبر شریفی سردار مرکز مطبوعات میلیسیا ولایت سوغد گفت ساکن شهرک مینت‌آباد ذاکر اعظموف شب 28 نوامبر سال 2022 همسر 36 سالش اعظموف فیروزه و فرزند 9 سالش اعظموف سیارجان را کشته سپس جسد هر دو را آتش زده است. ذاکر اعظموف در پی این عمل وحشیانه از جای حادثه فرار کرده است و به کارمندان میلیسیا تنها بعد 4 روز میسر شده است که او را دستگیر کنند. اکبر شریفی میگوید صبح 28 نوامبر وقتی جسد مادر و فرزند یگانه‌اش را پیدا کردند خیلی زود معلوم شد که آنها را اول کشته و سپس برای پوشاندن ایز این جنایت مدهش سوزانیدند. همین طرز تفتیشات خیلی زود انگشت اتهامش را به سوی سردار این خانواده اعظموف ذاکر ایشانبایویچ سال تولدش 1985 بلند کرد. بنا به اطلاع تفتیشات ذاکر اعظموف در شهر کانبادا مردکاری میکرد. خیلی کوشش کرده بود تا جنایتش پنهان بماند. او از جمله روز 27 نوامبر از بازار نویه باباجان غفوروف یک تبر و از ساکن دیگر آن نویه بنزین خریده تخمینا ساعت 9 شب با مپید به خانه‌اش به شهرک مینت‌آباد میآید. او تبری خریده‌اش و 3 لیتر بنزین را با خود میگیرد. ذاکر اعظموف میگوید برای آن شبانه و با مپید آمد که یگان کس از همسایه‌ها آمدنش را نبیند. او همین طور از سر دیوار وارد خانه شده در حجره خواب به همسر و فرزند یگانه‌اش حمله کرده است. ذاکر اعظموف در این گزارش گفت همسرش را از غایت رشک کشته است. قبلا گفته میشد که این ساکن ظفرآباد فرزندش را برای آن کشته است که او با تلفن به بابایش زنگ زده درباره مادرش را کشتن پدرش خبر داده است. به ذاکر اعظموف برای این جنایت مدهش تا 25 سال زندان و یا حبس عمرباد تهدید میکند. ماده 104 برای چنین کشتار حکم قتل را هم پیش بینی میکند، ولی از سال 2004 در تاجیکستان اجرای حکم قتل مراتوری اعلام شده است.